بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در تعریف علم اصول بود. ایشان تعریف را، ایشان یعنی شهید صدر، تعریف را از فقیهان و اصولیین شیعه مطرح کرد و بعد 3 اشکال وارد کرد که اینها بیان شد، ولی من جهت یادآوری یه مروری عرض میکنم خدمت شما. ایشون فرمود که عرف علم الاصول، تعریف شده العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. علم اصول علم به قواعد که تدوین شده برای استنباط حکم شرعی. 3 اشکال بر این تعریفشون وارد میکنه. چون که 3 اشکال وارد هست، بعضی ها رو جواب میده تا به اصطلاح در روزها و جلسات آینده. بعضی اشکالات وارده، مثلا اشکال 3 ایشون تقریبا وارد میدن. اینها رو که جواب دادن، بعضی ها رو هم وارد دونستن، بعد تعریف خودش رو مطرح میکنن. اولین اشکالی که بر این تعریف وارد هست، میگه این تعریف نگاه کنید، میگه علم به قواعدی که تدوین شده برای استنباط حکم شرعی. این شامل قواعد فقهی نیز میشن، مانند این قاعده ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده. هر چیزی که صحیحش ضمانت آور باشد، فاسدش نیز ضمانت آوره. یک قاعده فقهیه. مثلا بیع، خرید و فروش، صحیحش در عقد صحیح ضمانت هست. ضمانت یعنی چی؟ شما میری یه لپتاپ میخری، یه چادر میخری از مغازه، شما ضامن هستید که پول به ایشون بدید، فروشنده ضامن هست که جنس رو به شما تحویل میدن. فاسدش هم همینطوره. یعنی اگر یه عقد فاسد هم باشد، حالا این فسادش به هر جهت که باشد، اونم ضمانت داره. حالا این در به اصطلاح علم فقه شما خوندید که یک کسی جنس دیگری رو بفروشه، نمیدونی کسی شرایط خرید نداره، محجوری از تصرفه، مجنون هست، به هر حال در همونها هم ضمانت وجود داره. دیگه اونجا ضمانت جنس نیست. از شما پول گرفتن، اون طرف ضامنه، پس پول رو به شما برگردونه. جنس را شما از یک کودک گرفتی، از یک مجنون گرفتی، ضامن هستی اون جنس رو. به هر حال یک قاعده فقهی هست. اشکال دومی که بر این تعریف وارده، میگه این شامل اصول عملیه نمیشه. چرا؟ چون اینجا گفته لاستنباط الحکم شرعی. اصول عملیه، ما با اصول عملیه حکم شرعی رو استنباط نمی کنیم. چرا؟ چون اصول عملیه ادله محرزه نیست، یعنی که حکم رو ما از اون طریق احراز بکنیم، یعنی به دست بیاوریم. لذا این شامل اصول عملیه نمیشه، در حالی که اصول عملیه نصف اصول فقه رو به خودش اختصاص داده. این اصول عملیه میگه فقط وظیفه عملی انسان شاک رو، انسان مکلف رو این معرفی میکنه. اشکال سومی که بر این وارد هست، میگه علم به قواعد است که تدوین شده برای استنباط حکم شرعی. خب این بالاخره باز هم شامل مسائل لغوی و قواعد لغوی هم میشه، مانند ظهور کلمه سعید. این کلمه سعید مثلا این ظهور دارد مثلا در مطلق وجه العرض. این هم دخالت داره در استنباط حکم شرعی. پس تنها اون نیست که
علم اصول نیست که قواعدی باشد که به درد استنباط حکم شرعی بخورد. قواعد لغوی هم به درد استنباط حکم شرعی میخورد. خب این سه تا اشکال بود و بعد ما اینا رو جواب هم دادیم ولی در عین حال من مرور میکنم. اما اشکال اولی، اما الملاحظات الاولی، اشکال اولی فتندفع، خود به خود دفع می شود. دفعش به چیه؟ جواب اشکال اول به چیه؟ جواب اشکال اول این بود که این شامل قواعد فقهی نیز میشه. جوابش به این هست که بله، مراد از حکم شرعی همون جعل حکم شرعی هست بر موضوع کلی. یعنی میخواد چی؟ میخواد در این یک سطر و دو سطر میخواد بفرماید که حکم شرعی هم همیشه کلی هست. مثلا وقتی که میگه سرقت حرام هست، یه حکم کلی هست. سرقت حیوانات حرامه، سرقت وسایل نقلیه حرام هست، سرقت از زید حرام هست، سرقت از عمرو و بکر و خالد و فلان حرام هست. اینو همش کلی هست بالاخره. حالا اینجا هم خود قاعده فقهی خودش یک حکم شرعی هست. میگه هر چیزی که این بود دیگه، هر چیزی که صحیح آن ضمانت آور باشد فاسد آن نیز ضمانت. حکم شرعی هست این. نگاه کن، القاعده الفقهیه هی بنفسها جعل من هذا القبیل. بعد ایشون چند تا مثال، چون اینا خونده شده من اینا رو خب بهتره که بخونم، عیب نداره. میگه فرق واضح و بزرگی است بین این دوتا مثال. حالا تا به اینجا برسه من میخونم متن. اما الملاحظه الاولی فتندفع، به این تندفع به ان المراد به حکم شرعی که جا در تعریف آمده این حکم شرعی لاستنباط الحکم شرعی. این حکم شرعی منظور حکم شرعی که در تعریف ذکر شده، جعل به ان المراد جعل حکم شرعی هست برای یک موضوع کلی. قاعده اصولی ما آن است، چیزی است که یستنتج منها، استنتاج می شود از قاعده اصولی. جعل این گونه، جعل من هذا القبیل، جعل حکم شرعی بر موضوع کلیش. قاعده فقهی چیه؟ قاعده از ما از قاعده فقهی حکم شرعی رو استنباط نمی کنیم. قاعده فقهی خودش به نفسها جعل، این همون جعل حکم شرعی هست بر موضوع کلی. ولا یستنتج منها، هیچی استنتاج نمیشه، یعنی هیچی استنباط نمیشه از قاعده فقهی الا جز، چون حکم شرعی بر موضوع کلی، وقتی که یک موضوع کلی داره این فقط بر همه جا قابل تطبیقه، الا تطبیقات و ذالک الجعل، چیزی که استنتاج میشه فقط تطبیقات در مقام عمل تطبیق میکنیم اون جعل را و اون تطبیقات و ذالک الجعل و تفصیلات اون جعل، فقط تفصیلاتش رو ما تطبیق میدیم. من یک مثال اجتماعی براتون ذکر بکنم. مثلا دستور رسیده هر ماشین پرایدی که از این خیابون عبور میکنه، از این تونل عبور میکنه، شما بشمارید
خب این خیلی حکم کلی هست، اینو بر مفصل کلی اینو شما تطبیق میده. آره الان رنگ سفید، پراید سفید رد شد، الان این رد شد، الان آن رد شد، یکی یکی تطبیق میده. پس قاعده فقهی خودش یک جعل کلی هست، یک جعل تفصیل مفصل که اینو ما فقط تطبیق میدیم. حالا بعد با این مثال میخواد که توضیح بیشتری بفرماید. میگه فرق کبیر، فرق بزرگی است بین حجیت خبر ثقه. این حجیت خبر ثقه این قاعده اصولی هست و قاعده فقهی که اشاره شد به آن در اسلاید قبل. اولا حجیت خبر ثقه ما از این داریم حکم شرعی رو استنباط میکنیم. یثبت بها، اثبات میشود به وسیله این خبر ثقه یا به وسیله این اولا. همون خبر ثقه، حجیت خبر. این یک وقت خبر ثقه آمده که آقا در نماز سوره واجبه. شما دوستان عزیز نگاه کنید، اینی که میگه سوره واجبه، یک موقع ذهن شما به این نره. این همینی که میگه سوره واجبه، این اشاره به اختلاف اهل سنت و تشیع داره. این خیلی ها تو این قسمت توجه ندارن. اهل تسنن سوره رو واجب نمیدانن، ولا وقتی که سوره حمد میخونن ولا الضالین سوره نمیخونه، بعدش چی میخونن؟ مثلا یا ایها الذین آمنو، مثلا یه آیه به این شکل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. یه آیه کافیه. الله اکبر سبحان ربی العظیم. نگاه کنید، اون سوره رو واجب نمیدونن، ولی ما یه خبری داریم، یه خبر ثقه هست، یه روایته. این میگه نه، با یه آیه کافی نیست. ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر الله اکبر سبحان ربی العظیم و بحمده. خب ما یه خبر ثقه‌ای داریم که این میگه سوره رو باید خوند. خب ما از این، یعنی از این خبر، از حجیت با این قاعده ما به راحتی نگاه کنید. پس یک جعل حکم شرعی، یک موضوع کلی رو ما اثبات بر موضوعات، اینو ما تطبیق دادیم. بله در این نماز، در هر نماز شما باید سوره بخوانید. یا مثال دیگری برای حجیت خبر ثقه، و جعل حرمت العصیر العنبی اخرى. یک وقت اونجا نگاه کنید، تارتن ما وجوب سوره رو اثبات میکنیم، تارتن یعنی یک بار دیگه هم از یه روایت دیگه حرام است عصیر عنبی. عصیر یعنی فشرده آب انگور، این حرام نیست، همون که جوش بیاد. اذا غلا، وقتی که جوش بیاد اون عصیر عنبی حرام میشه. خب ما از خبر ثقه استفاده، پس خیلی حکم شرعی استفاده کردیم. حکم چی شد دوستان؟ وجوب حکمه، حرمتم حکمه و هاکذا و همینطور. حالا من 2 تا رو مثال زدم، شما از خبر ثقه دیگری چیزی دیگری استفاده میکنید، یا حرم استحبابی، کراهتی، اباحه‌ای. مثلا خبر واحد ثقه آمده که مثلا از باب مثال اکل ماره مباحون. اکل ماره یعنی باغهایی که شاخه هاش به سمت راه این طرف آمده، شما میتونید از شاخه ها میوه بچینید بخورید. پس نگاه کنید، فهیه برمیگرده به حجیه. این یک قاعده اصولی هست. اما ثانیه قاعده فقهی، این خودش حکم شرعی هست، خودش فهیه جعل شرعی، یک جعل شرعی هست لزمان. بارها عرض کردم زمان نخونه، زمان.
برای ضمانت، برای اونم بازم بر موضوع کلی، حکم شرعی بر موضوع کلی. بله، و به تطبیقی اون زمان رو تطبیق میکنه بر مصادیق مختلفش. مثلا این مصادیق مختلفش، بیع همونطوری که صحیحش ضمانت داره فاسدش ضمانت داره، نمیدونم جعالت صحیح، اجاره ها مصادیق مختلف، کل اجارت و البیع مثلا تثبت ضمانات متعددت مجعولت، همه اینها جعل شده کلها به همین جعل واحد. جعل واحد یعنی همین قاعده فقهیه، با این یک جعل ما ضمانات متعدده ای رو اثبات میکنیم. نگاه کن، ضمانت، دوستان توجه بفرمایید، ضمانت خودش حکم شرعی هست. ما یک ضمانتی رو بالاخره این بر این ضمانت بر اون ضمانت، ولی حکم شرعی وضعی، حالا در آینده میخونیم در درس های بعدی. خب پس این ملاحظه اولا بود که فتون دفع. اینجا چند تا توضیح فارسی هم هست. قواعد فقهی خود حکم شرعی کلی است که بر موارد زیادی قابل تطبیق است، زیرا در حکم تعریف حکم شرعی گفته شد المراد بالحکم الشرعی جعل الحکم من شرعی علی موضوعه الکلی، قاعده اصولی. خب و اینطور. اما ملاحظه دوم، ملاحظه اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم این بود که شامل اصول عملیه نمیشه. میگه که چند تا جواب داده شده، فقط یجاب علیها، جواب داده شده بر این ملاحظه. تارتن یک بار اینطوری جواب داده شده که ما یک غیری به تعریف اضافه میکنیم و این کاری که صاحب کفایه انجام داده، و هو التی ینتهی، همین قیدو نگاه کنید دوستان. من از همینجا اینو کپی میکنم میبرم اونجا، شما ببینید چه اتفاقی میفته. از خوبی های به اصطلاح همین پاورپوینت اسلاید یکیش همینه. خب من این قیدی که صاحب کفایه داره من اینجا اضافهش میکنم. ببینید العلم اینطوری شد، علم به قواعد است، علم اصول که تدوین شده برای استنباط حکم شرعی، یا التی، یا قواعد است که ینتهی الیها، مکلف میرسد به آن، یا ینتها الیها یعنی به آن میرسد، رسیده میشه در مقام عمل. لذا از اصول عملیه حکم شرعی استنباط نمیشه، ولی به درد مقام عمل، در عمل میخوره. مثلا یک کسی صبح آمده از خونش آمده مثلا ادارش، محل کارش، دانشگاهش، کتابخانهش، کتابخانه عمومی شهر، شک میکنه که این وضوش باطل شده یا نه، در مقام عمل این استصحاب اونو از سردرگمی در میاره. خب این شد نظر این جواب. اینطوری داد که یه قیدی که اضافه بکنید به تعریف حل میشه. من پس برمیگردم، میریم که جواب بعدی رو نگاه کنیم. و اخرى، جواب دومی که به اون اشکال داده شد که این شامل اصول عملیه نمیشه، مرحوم آیت الله خویی هست. آیت الله خویی میگه که اونجا کلمه استنباط بود، استنباط الحکم شرعی، اون استنباط رو من اینجوری میگیرم، استنباط تنجیزی و تعزیری. اینو هم من کمک میکنم میبرم اونجا، شما نگاه کنید چه اتفاقی میفته. اینجا من اونو کپی میکنم، پیست میکنم اینجا. نگاه اینجا علم به قواعد است که تدوین شده برای استنباط هم نگاه کنید، من این بازی کلمه چون اضافه هست حذف میکنم. استنباط چه تنجیزی چه تعزیری. استنباط دو قسمه،
یک وقت استنباط آن است که حکم شرعی رو بر من و شما منجز و قطعی میکنه، این همون شامل غیر اصول عملیه هست. مثل همین حجیت خبر واحد، این دیگه بر ما منجز کرد. مثلا ما نمیدانیم که پاهای خودمون را در وضو آیا اینها را بشوریم یا اینکه مسح بکنیم. مثل اهل سنت پاها رو شست باید یا مسح باید کرد. خب ما خبری داریم، مثلا البته اینجا که ما اخبار متواتر داریم، حالا بر فرضی که خبر واحد ثقه داریم، خبر حجیت خبر ثقه هم هست، بر ما منجز میکنه، یعنی ما دیگه نمیتونیم پاها رو بشوریم، شستن پاها وضوی ما رو باطل میکنه، ما باید مسح بکنیم. این میشه تنجیزی. یک وقت تعزیری هست این استنباط، پس من اینشم استنباط تنجیزی و تعزیری. تعزیری چیه؟ ما برای اولین بار با فلان مثلا از میخوام براءت جاری بکنم، آیا کشیدن مثلا کشیدن فلان دخانیات آیا بر ما حلال هست یا حرام؟ میگیم که این که قبل از شریعت که حرام نبود، الان شک داریم. الان خب این میشه استصحاب. یا هر جا شک در حرمت، شک در تکلیف داریم، براءت جاری میکنیم. یا مثلا آیا نماز اول ماه بر ما واجبه یا نه، بحث براءت جاری میکنیم. خب این براءت برای ما منجز نمیکنه ولی برای ما عذر میشه که در قیامت اگر خدای متعال شریعت مقدس ما رو مورد بازخواست قرار داد که چرا اون دخانیات رو کشیدیم، براءت جاری کردی، اینو نخوندی، براءت جاری کردی، ما میگیم خب براءت، پس براءت میتونه برای ما عذر باشه. میگه که نه، خدا میفرماید رهاش بکنه دیگه، این از براءت استفاده کرده. خب این نظر آیت الله خویی هست که استنباط رو توسعه بدید به تنجیزی و تعزیرین. خب این نظر آیت الله خویی شد و هو اثباتون. خب بالاخره میگه چه فرقی داره، چه تنجیزی چه تعزیری، هر دوتاش اثباته. اثبات یعنی همون استنباطه. اثباتون تشترک فیه، در این گونه استنباط ادله محرزه و اصول عملیه که تعزیری هست همه مشترکن با هم. یعنی اینم استنباط دیگه، چه فرقی داره؟ یک وقت استنباط تنجیزه برای ما منجز میکنه، یک وقت نه، این استنباط ما برای ما عذر میاره. این نظر آیت الله خویی بود که اصول عملیه رو تعزیری میدونست. یه سوال هم من اینجا مطرح کردم که ممکنه خدایی نخواسته جزو سوالات امتحانی شما از مرکز باشد. میریم سراغ ملاحظه سوم، اشکال سوم این بود که این تعریف شامل قواعد لغوی هم میشه، همونطوری که قواعد اصولی به درد استنباط میخوره، قواعد لغوی هم به درد، یعنی یک مجتهد باید مسلط بر لغت باشد، بر قواعد لغوی باشد، الفاعل و مرفوعون اینا رو بفهمه و المفعول و منصوب با اون استثناء من تمام این عمل افعال ناقصه، حروف مشبهتون بالفعل، تمام اینها رو باید بدونه. از جمله حالا قواعد لغوی رو باید بدونه. قواعد لغوی یعنی این کلمه در لغت عرب بر چی معنی وضع شده. حالا خب پس اونم به درد استنباط خورد، پس یعنی این تعریف جامع مانع اغیار نشد. اما جواب، اما الملاحظه الثالثه فهناك عده محاولات للجواب علیها. برای ملاحظه سوم هم محاولات، یعنی تلاش هایی برای دادن جواب بر آن یا به آن
صورت گرفته، محاولات و تلاش های صورت گرفته. یکی مال مرحوم نائینی هست. خب حالا آیت الله اطلاق نمیکنن، البته اون واقعا آیت الله که بوده مجتهد بزرگی بوده، ولی محقق. ایشون چی جوابی داده؟ محقق نائینی میفرماید که یک فرق است بین قواعد لغوی و قواعد اصولی. من اینجا در یک اسلاید دیگری واضح‌تر اینو با نمودار کشیدم خدمت شما. اینه نگاه کنید. سعید، کلمه سعید و تیمموا سعیدا طیبا تو قرآن هست. این سعید ظهور در مطلق روی زمین دارد، یعنی شما تیممتون بر خاک جایزه، سعید دیگه خاک، بر سنگم جایزه، سنگم همون روی زمینه، بر علفم جایزه و بالاخره بر بقیه. خب این ظهور داره، این تو صغرای قضیه هست. در کبرا هر ظهور حجت. این قاعده اصولی است. نگاه کنید هر چی که تو کبرا میاد قاعده اصولیه، مال صغرا نه. صغرا این قاعده اصولی نیست. خب صغرا حجت. حالا مثلا راجع به خبر واحد، این تو صغرا نیست، این فقط خبر واحد حجته. حجیت خبر واحد، حجیت من به جای خبر واحد بذارم خبر ثقه، حجت است. این تو کبراست دیگه. حالا بعدشون فرموده که حالا مثلا راجع به امر، صیغه امر ظهوری در وجوب داره، ظهورم حجته. این کبراش میشه اصولی، هرچی که تو صغرا جا گرفت اینا نه، اینا دیگه قواعد اصولی نمیشه، اینا لغوی میشه. و اینجا نگاه که من نوشتم اعتراض شهید اعتراض میکنه بر مرحوم نائینی. حالا همینجا رو اعتراض شهید اینه که آقا امر ظهوری در وجوب داره، این خودش اصولی هست. یعنی پس شهید اعتراضش به اینه که آقای نائینی بسیار از مسائل قواعد اصولی هست که این قواعد در صغرا قرار میگیره نه در کبرا. مثل همینجا صیغه امر ظهوری در وجوب داره، صیغه نهی ظهوری در حرمت داره، پس اینم و ظهورم حجت. این تو قسمت کبرا اینه که اصولی باشه. حالا شاید شکی نباشه، ولی خب پس برخی از قواعد اصولی در صغرا قرار میگیره. شما فرمودید که هر چی که در صغرا قرار میگیره این قاعده اصولی نیست. قاعده اصولی همش در جدول کبرا هست. این جواب شهید از نائینی هست. خب ما حرف مرحوم نائینی رو بخونیم و جوابم بخونیم. ما ذکره المحق منها، یکی از اون محاولات آن است که ذکر کرده از آن را محقق نائینی قدس الله روحه، خداوند روحش رو مقدس بگرداند، پاک بگرداند. ایشون اینطوری فرموده من اضافت قید الکبرویه فی التعریف. ایشون فرموده که در تعریف علم اصولی قید کبرویت بیارید. من حرف ایشان را در تعریف ذکر کردم. العلم بالقواعد الممهده تدوین شده لاستنباط الحکم شرعی، قواعدی که تقع فی الکبرا، در کبرای قیاس قرار میگیره. ایشون همچه حرف زده. شهید فرمود که نه، شهید فرمود برادر بسیاری از قواعد اصولی این هم در صغرا قرار میگیره، در کبرا قرار نمیگیرند. ایشون فرمود که من یک قید کبرویت رو در تعریف اضافه میکنم. چرا اضافه بکنم؟ لاخراج ظهور، تا اینکه اخراج بکنم از تعریف ظهور کلمه سعید رو. لذا قاعده اصولی این حرف نائینی هست.
قاعده اصولی یجب ان تقع، واجب است که واقع بشه، کبرا در قیاس استنباط، قیاسی که شما میخواهید حکم شرعی رو استنباط بکنید. اما ظهور کلمه سعید این تو صغرا هست، فهو صغرا فی القیاس، استنباط در صغرا. و بحاجت، این فقط کفایت نمیکنه، میگه کلمه سعید ظهوری در کلمه سعید ظهوری در مطلق وجه الارض داره. خب به من چی؟ میگه ظهور حجت، ظهور حجت. وقتی که این سعید تیمم جائز باشد به سعید تیمم بکنید، این میشه مطلق روی زمین. این هر چی که در روی زمین هست، حتی بر شامل خیلی چیزا میشه، علفش چه خشکش، برگش، چوبش، هر چی که بالاخره های شامل برف و اینها میشه یا نه، این میمونه بالاخره. حتی علمای ما در برخی از موارد اضطراری تیمم بر برف هم جایز میدونن. خب این کفایت نمیکنه، این احتیاج داره که هر ظهور حجت، پس کلمه سعیدم برای ما حجت. خب بله، اما ظهور کلمه سعید فهو صغرا در قیاس استنباط، احتیاج داره به کبرا. کبرا چی باشه؟ حجیت ظهور. و یرد علیه، اشکالی که بر نائینی وارد میشه اینه که ان جملة من القواعد، یک بخش از قواعد اصولی اصلا لا تقع کبرا ایزن، این اصلا کبرا قرار نمیگیره، همش تو همون تو قسمت صغرا هست که من صیغه امر و نهی اینها رو مثال زدم. شما برو در مفاهیم برو، مثلا این شرط مفهوم دارد، عدد مفهوم دارد، غایت مفهوم دارد. این کبرا چیه؟ هر مفهوم حجته. ولی خب ما در علم اصول در اون قسمت بحث میکنیم که آقا شرط مفهوم داره، این هر شرط مرحوم این مفهوم داره، غایت مفهوم داره. فما الفرق، پس چه فرق است بین قواعد اصولی و بین مسائل و قواعد لغوی؟ و کذالک ایزن، همین گونه هست مسئله، و کذالک ایزن مسئله اجتماع امر و نهی. امر و نهی آیا با هم جمع میشن؟ فان الامتناع فیها، میگیم که ممتنع است. این در علم اصول ما بحث میکنیم، امتناع اجتماع امر و نهی، نماز بخوان، نماز نخوان، برو نرو. خب این امتناع فقط به درد صغرا میخوره، نه به درد کبرا. فان الامتناع فیها در مسئله است، این چیکار میکنه؟ یحقق، این امتناع اجتماع ایجاد میکند صغرا را برای کبرای تعارض. خب صغرا رو ایجاد کرد که آقا این ممنوعه، کبراش چیه؟ پس میشه تعارض. تعارض جزء مسائل اصولی هست، البته صغرا هم جزء مسائل اصولی هست. تعارض چی میشه؟ میگیم تعارض داره هست بین دو خطاب، بین دو خطابه، سله نماز بخوان، ولا تغصب. خب از یک طرف میگه نماز بخوان، تو اینجا غصب نکن. خب این تعارض شد. در تعارض خب تعارض خودش یک مسئله اصولی هست، تعارضات، تساقطات، از این گونه مسائلی که والجواز، یک کسی قائل میشه که نه ایراد نداره بین امر و نهی جمع بشن، اینم یحقق، اینم ایجاد میکند، به وجود میاره صغرایی را. پس این جواز هم این صغرایی را ایجاد میکنه برای کبرای، کبرا میشه حجیت اطلاق. خب این مطلق هم میگه آقا نماز بخوان، چه غصبی باشه این خونه چی نباشه. لا تغصب میگه آقا غصب نکن، چه با نماز چه با قرآن، نه با هر چی همون کن. خب این میشه وقتی که مطلق شد حجیت اطلاق. حجیت اطلاق اینه حجیت ظهور اطلاقی، اینم بحث اونم اصول، اینم اصول. حجیت اطلاق میگه که مطلق دیگه، به هر حال قید نداره، این مطلق از همه جا پس انجام بده. دوستان یکی از جواب ها
جواب آیت الله خویی هست. این برای جلسه بعد